نوای نی، برنامه شماره 27. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و رفعتی تنظیم شده. صدا بردار غلامرضا ملکوتی. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سپاس و ستایش آن واهب مطلق را که مبدأ همه خیرات است و مصدر جمیع کمالات، و درود فراوان بر رسولان راستین و سالکان طریق حق الیقین که پروانه صفت در تابش انوار شمع احدیت هستی مجازی خیش را درباختند و از فنا به بقاء سرمد رسیدند. چیست توحید خدا؟ آموختن، خویشتن را پیش واحد سوختن. گر همی خواهی که بفروزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. نوع آدمی از دیرباز خواستار سعادت و در جستجوی خوشبختی بوده و در همه ادوار سخت کوشیده است که این کیمیای اسرارآمیز و اکسیر اعظم را فراچنگ آورد و به سرچشمه خوشی‌ها و لذت‌ها دست یابد و به مأمن آسایش و فراغت رسد. اما با این همه تلاش مستمر و کوشش مداوم، نه تنها انسان به نیک بختی و سعادت دست نیافته است، بلکه روز به روز در گرداب رنج و درد و حسرت و حرمان بیشتر گرفتار آمده و بیشتر احساس تیر روزی و عدم کامیابی کرده است. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب کاری بوالعجب روزی پریشان عالمی. و این از آن روست که آدمی خویشتن را نشناخته و به اسرار جهان آفرینش و منظور از خلقت انسان پی نبرده است. اشتباه بزرگ آدمی آن است که نیک بختی و سعادت را خارج از وجود خیش تصور کرده و آن را بیرون از ذات خیش جستجو می کند و از این حقیقت غافل است که خوشبختی و سعادت و تیر روزی و شقاوت از درون خود آدمی نشأت می گیرد و این برخورد و بینش خود انسان است که به امور عینیت و حقیقت می بخشد. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن از قصر و حصون.
آن یکی در کنج زندان مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بی‌مراد. پس اساس خوشبختی و سعادت مبتنی بر خودشناسی و جهان بینی صحیح و درک حقیقت جهان آفرینش است و دریافت این معنی که لذت جویی و هواپرستی و متابعت از تمنیات نفسانی هرگز انسان را به سکون خاطر و آرامش دل نمی رساند، بلکه هر قدر آدمی عنان اختیار خیش را به دست نفس طاغی و سرکش بسپارد، بیشتر از کوی خوشبختی دور می شود. زین قدم بین عقل رو بیزار شو، چشم غیبی جوی و برخوردار شو. زین خرد جاهل همی باید شدن، دست در دیوانگی باید زدن. عقل را قربان کنن در عشق دوست، عقل ها باری بود آن سو که اوست. زین نظر وین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگزین انتظار. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. چشم غیبی جوی و برخوردار شو.
آدمی هر قدر بیشتر خود را تسلیم آرزوهای دور و دراز کند و در صدد کامجویی و برآوردن لذتهای ناپایدار تن برآید، به همان نسبت از کوی سعادت و آرامش دل دورتر می شود. چرا که هر موج تمنایی امواج بیکران دیگری را در پی دارد و آرزوها و خواستهای بشری را پایان و نهایتی نیست و حال انسان درمانده بدان کس ماند که دچار رنج استسقا شده باشد و دم به دم آب بخورد و رنج آتش از وی زایل نگردد. آنقدر آب بیاشامد که شکمش آماس کند و از هم بدرد، لیکن تشنگی وی فرو ننشیند. خواستی اندر جهان هر خواستی را در پی است، خواستی باید که بعد از آن نباشد خواستی. مولانا وصول خوشبختی و وصول به سعادت را در توجه تام به حضرت حق و متابعت از انسان کامل می داند که این عوامل آدمی را به کوی نیکبختی و سرمنزل امن و آسایش رهنمون می گردد و از رنج ناکامی و حسرت آزاد می سازد. مولانا که خود از تربیت یافتگان مکتب حیات بخش اسلام و تعالیم قرآن است، بدین نکته اشاره می کند که آدمی نباید حظ و بهره خیش را از دنیا فراموش کند، اما باید پیوسته بدین معنی توجه داشته باشد که این بهره جویی صرفاً برای رفع نیاز و وسیله تکامل و تعالی انسان به سوی کمال مطلوب است و خود دنیا هرگز مقصد و هدف نمی باشد. او مسئولیت و ایمنی آدمی را در پناه یاد خدا به گونه تمثیل بسیار زیبا و عمیق بیان می دارد. او انسان درمانده دردمند را که در دام فریب زندگی دچار افکار آزاردهنده و خیالات جانگزا می شود، به شخص او را برهنه‌ای تشبیه می کند و آن خیالات فاسد را به سان زنبوران که بر گرد آن شخص در پروازند و می گوید ذکر و یاد خدا به منزله آب است. آدمی آنگاه که در درون آب قرار دارد از تعرض نیش زنبور در امان است و چون از آب بیرون آید مورد هجوم زنبور واقع می شود. به گفتار بلیغ او گوش فرا می دهی. آنچنان که عور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. می کند زنبور بر بالا طواف، چون برآرد سر ندارندش باف. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد این فلان و آن فلان. آری، آدمی تا در کنف حمایت یاد خداست و در آب ذکر و توجه او مستغرق، از گزند نیش زنبوران افکار آزاردهنده در امان است و هیچ اندوهی را به دامان خاطرش دسترس نیست. اما هر آنگاه که یاد خدا از لوح جانش محو شد، افکار فاسد و زیانمند و آرزوهای دور و دراز بدو هجوم میبرند و او را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. از این رو چنین ادامه میدهد: دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا، خود بگیری جملگی سر تا به پا. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجه داشت.
روح محجوب از بقا بستر عذاب، روح واصل در بقا پاک از حجاب. آری، همان گونه که کلام مجید بدین معنی ناطق است، تنها دلها به یاد خدا آرامش و سکون می‌یابند و به نیروی لایزال عشق الهی است که طمأنینه و وقار و تمکین برای روح آدمی حاصل می شود. آن که ارزد صید را عشق است و بس، لیک او کی گنجد در دام کس. تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق میگوید به گوشم پست پست، صید بودن خوشتر از صیادی است. بر درم ساکن شو و بی خانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. آن که ارزد صید را عشق است و بس، لیک او کی گنجد اندر دام کس. یا تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی.
دعوی شمعی مکن پروانه ببینی چاشنی زندگی سلطنت بینی نهان در قرآن کریم در سوره مبارکه عصر حضرت حق در این معنی چنین فرموده است: سوگند به عصر که نوع انسان در خسران و زیانکاری است، مگر آنان که به خداوند ایمان آوردند و حق را سفارش نمودند و در راه اجرای حق و عدالت به صبر و شکیبایی توصیه کردند. بی تردید تنها راه سداد و صلاح و فوز و فلاح همین است، یعنی ایمان به پروردگار و عشق و محبت او و دوستی مخلوق او، که خوشبخت و سعادتمند آن دلی است که دوست می دارد. پس اگر می خواهی خوشبخت باشی خدا را فراموش مکن و در خوشبختی و سعادت دیگران با تمام وجود بکوش، زیرا آن شادی و سروری که ما به دلهای دیگران میبخشیم به دل خود ما باز میگردد. سپس بستم خیال تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. اگر چنین حالت انسان را دست دهد و به چنین نعمت و موهبتی سرافراز گردد، کلید گنج سعادت و کامیابی را به دست آورده است. در این مقام احساس درد و رنج و تعب از میان می رود و فرق میان لذت و زحمت برداشته می شود. اینجا سرحد عبودیت و ربوبیت است. اینجا قلمرو سلطان عشق حقیقی و کاشانه جمال الهی است. اینجا مقامی است که نفوذ زکیه و ارواح پاک و قابل بدان نائل می آیند و در مقام لی مع اللهی به آستانه عشق ربوبی جای می گیرند. اما دریغ که بشر درمانده ناتوان در شبکه دام ابلیس و نفس اماره اسیر آمده و سعادت جاویدان و خوشبختی سرمدی را فدای لذات زود گذر ناپایدار می کند و امید وصول به خوشبختی را دارد که زهی خیال باطل و زهی تصور محال. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟
بار خدایا به عزت پاکان و به حرمت ابرار ما را از این خواب غفلت و بیخبری بیداری کرامت فرما و از این شراب سکرآور لذت جویی و نفس پرستی روان و اندیشه ما را هوشیاری بخش و پرتوی از نور آگاهی و حقیقت را بر جانمان بتاب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.